الله یا الله. ببینم این کدوم وریه. اوکی این وریه. هنوزم میگن یا الله. من یه بار در اولین باری که شنیدم در خونه یک دوستی بود و خیلی تعجب کردم. دقیقا نمیدونستم باید چی کار بکنم و خونه ای بود که اندرونی و بیرونی داشت. نمیدونم هنوزم وجود داره این چیزها یا نه، با اینکه خیلی نگذشته ولی سرعت تغییرات بالاست. بگذریم. یه ویدیوی دیگه گفتم این بار در مورد مقاله آقای آلبرت آیکنر، یکی از اقتصاددانایی که بسیار محبوبمه و بسیار ناراحتم که انقدر زود دار فانی رو وداع گفته آقای آیکنر. در مورد این حرف بزنیم. یکی از کم بیام جلوتر. آقای آیکنر سال 1983 یعنی 42 سال پیش، درسته، مقاله می نویسه با عنوان Why Economics is not a Science Yet و به تاریخ مقاله دقت کنید. دهه 70 دهه اون استگفلیشن، رکود تورمیه که دقیقا نمیدونستن چرا اتفاق افتاده. یعنی پیش بینی این که شما هم تورم هم بیکاری بالا داشته باشین قبلش چندان ممکن نبود و اتفاق افتاد. دهه 80 دهه‌ایه که نولیبرالیسم داره روی کار میاد. یعنی از این بحران استفاده کرده برای اینکه روی کار بیاد، بگه آقا همش دولته و نمیدونم تقصیر دولت و دولت باید کوچیک باشه، آزاد باید باشه. این قصه ها رو تفت میده و برای کنترل کردن اون تورم بالاترین نرخ‌های بهره‌ای که احتمالاً در 100 سال اخیر مثلا ایالات متحده تجربه کرده رو ولکر پیاده کرد. نرخ بهره بسیار بالا رفت و متعاقب اون بیکاری بالا رفت و این به پیپر مربوط. پیپر میگه که آقا این چه علمیه؟ شما از نظر، میگه اقتصاد جریان اصلی، اقتصاد نوکلاسیک از نظر انتلکتی، از نظر روشنفکری، از نظر دانش ورشکسته است. شما بعد از این همه سال سلطه بر تمامی جنبه‌های آکادمی، بر منابع مالی، فاند و گرانت و همه چی و اینها، راه حل کنترل تورمتون اینه که رکود ایجاد بکنید، 1 میلیون ها نفر رو از زندگی ساقط بکنید که تورم داره کنترل میشه. نتونستین راه بهتری پیدا کنید. ولی مقاله در مورد این نیست. مقاله در مورد اینه که با این یک چیز جالبی شروع میکنه، این که آقا علم بر اساس این نیست که یک روش خاص رو ما به کار ببریم، مثلا یک آزمایشگاهی فلان انجام بدیم. این علم و غیر علم رو تعیین نمیکنه. میگه چیزی که به نظر آقای آیکنر تعیین کننده است اینه که ابزار ما برای تشخیص آنچه که درسته و آنچه که نادرسته چیست. ما چجور بفهمیم یه توضیحی با واقعیت منطبقه؟ ما چگونه باید اینو بفهمیم؟ و خب ما به واقعیت که دسترسی بیواسطه نداریم، نمیتونیم از خودمون در بیایم، مخصوصا در مورد واقعیت‌های پیچیده. حالا با میز و صندلی و نمیشه کاری کرد، ولی در مورد یه واقعیت پیچیده‌ای که دائم در حال تکامله و گذشته‌اش ممکنه چندان نماینده امروز و آیندهش نباشه، ما جور دیگه‌ای باید رفتار بکنیم. در اقتصاد جریان اصلی البته آقای آیکنر میاد 5 تا، بذار از اینجا شروع بکنم. آقای آیکنر میاد 5 تا شاخص بگیم، معیار برای سنجیدن صحت، سنجیدن تطابق یک توضیح با واقعیت ارائه میده که بسیار غنی‌تر از اون چیزیه که حتی امروز در اقتصاد جریان اصلی درس داده میشه، بهش باور دارن و اینها. اقتصاد جریان اصلی در درجه اول به چی باور داره برای صحت سنجی؟ به پیش بینی. میگه آقا مهم نیست که تو مدلی که میسازی چه ارتباطی با واقعیت داره یا نداره، برای من مهم اینه که بتونه پیش بینی بکنه. و خب سوال پیش میاد که آقا تو مگه همه مدل های چقدر خوب پیش بینی کنه خوبه؟ مگه همه مدل های دنیا رو امتحان کردی یا میشه امتحان کرد که ببینیم کدومشون بهترینن و از این بهترم نمیشه؟ خب جواب این رو هم با گونه‌ای چاچولبازی میده آقای فریدمن که همین که یه حدی خوب باشه کافیه و این در رو باز میکنه بر روی هر اباطیلی که هر مدل باطلی که با ایدئولوژی ما جوره، چون هر چی باشه به هر حال یه ذره قدرت پیشبینی داره دیگه، یه مقداری الان این کار رو انجام میده. جدا از این که خود پیشبینی نه تنها شاخص ارزیابی یک مدل، یک درک از واقعیت، نه شاخص اولاشه.
بهترین و اولین و تنها شاخص و اینها نیست. حالا این جعبه ابزار رو مقایسه کنید با جعبه ابزاری که آقای آیکنر به عنوان یکی از پیشگامان مؤلفین بسیار مهم اقتصاد پساکینزی ارائه میده. آقای آیکنر میگه که این پیش بینی در واقع یک چیزیه بهش میگیم کورسپاندنس تست، اینکه شما مدلی که ارائه میدین باید با واقعیت ها همخوانی داشته باشه. خب و پیش بینی هم اونجاست، یعنی اگر مدل شما به خوبی داره توضیح میده واقعیت رو، باید بتونه بگه چی میشه فردا، یا سال دیگه چی میشه، یا 10 سال دیگه چی میشه. خب و حداقل تحت این سناریوها این میشه، تحت اون سناریوها اون میشه. گرچه این حالا باز سوال پیش میاد که چگونه ما این رو با اون مفهوم عدم قطعیتی که در اقتصاد پساکینزی خیلی اهمیت داره آشتی بدیم، ولی حالا از اون بگذریم. پس به این میگه کورسپاندنس تست استفاده میشه، ولی این تنها موضوع نیست. مسئله بعدی میگه کوهرنس تست، میگه که منطق درونی توضیحی که شما میدین باید منسجم باشه و این چیزیه که آیکنر استفاده میکنه برای صحبت در مورد استفاده افراطی و بسیار زیاد از ریاضیات در اقتصاد جریان اصلی، به خاطر اینکه ریاضیات اون منطق منسجم درونی رو تضمین میکنه و در عین حال تصور خیلی از اقتصاددان‌ها اینه که این منطق منسجم درونی کفایت میکنه، ولی اینطور نیست. شما همیشه میتونید یک جهانی داشته باشین کاملا فانتزی، بی ربط به دنیای ما و از نظر منطقی منسجم، یعنی شما ایراد منطقی در اون جهان پیدا نمی‌کنید، متأ ربطی به جهان ما نداره. و اون ریاضیات این شیفتگی به منطق درونی رو تضمین میکنه، منتها تضمین نمیده که این چیزی که به دست اومده ربطی داشته باشه. به عبارت دیگه اینترنال ولیدیتی رو تضمین میکنه، اکسترنال ولیدیتی رو تضمین نمیکنه. به عبارت دیگه ولیدیشن رو برای ما میاره ولی کوجنسی رو نمیاره. بعد میگه که باید به یک شاخص دیگر رو مطرح میکنه، پراکسیس بهش میگه. این که میگه اگر که این ایده های شما پیاده شد و برخلاف اون چیزی که فکر میکردین نتیجه بار آورد، خب رد شده ایده های شما. حالا باز میشه در این مورد صحبت کرد، یعنی نقدش کرد. اینکه ایده‌ای که پیاده میشه پالیسی یک فاصله ای داره با توضیح، ولی خالی از حقیقت نیست. وقتی که شما 40 سال در همون دهه 80 اومدین راجع به آزادی و اینکه ما شما رو آزاد میکنیم حرف زدین و با این روز و روزگار روبرو شدیم که همه تا اینجا در بدهی خصوصی هستن در خارج از کشور، در شمال جهان در واقع، هنوز اینا تازه داره میرسه به ایران و در ایران هم داره اتفاق میفته دیگه. این نمیدونم اعتبار اسنپ و فلان و اینا همینه، شما دائم در بدهی فرو خواهید رفت چون نمیتونید کیفیت زندگیتون رو حفظ کنید و دلیل داره که البته چرا نمیتونید حفظ کنید و دائم جا برای مالی سازی، برای بنگاه‌های مالی داره باز میشه، اونهان که از این وضعیت سود میبرن در حالی که بقیه دارن آزار میبینن. و چگونه این به آزادی ربط داره؟ همون جوری که قسط دادن به آزادی ربط داره، شما اسیر میشین. در ادامه به طور ضمنی اشاره میکنه به واقعی بودن، اینکه آقا مطالعه شما باید از واقعیت شروع بشه، نه از فانتزی، نه از یک سری اصول خیالی، نه از یک سری توتالوجی. این یک اصولی که غیر قابل رد کردنن در واقع. این چیزیه که خیلی اقتصاد اتریشی بهش علاقه داره. مثلا از اینجا شروع بکنیم که انسان عمل میکند. حالا یعنی چی؟ انسان کنش دارد. خب اوکی، بعد این رو اولا از دیتا آوردی دیگه، تو که به دنیا که اومده بودی اینو نگفتی که اینو دیدی در جهان، در نتیجه تو به هر حال داری از یک چیز تجربی استفاده میکنی. البته اونا معتقدن که نه، اینا دانش درونیه، شما بدون زمینه. خیلی عجیبه. و بعد مثلا از اینکه انسان عمل میکند برسیم به اینکه بانک مرکزی نرخ بهره رو مثلا چقدر بذاره یا نذاره یا اصلا تعیین کنه یا نکنه. خب راه طولانیه و این رو دوستانی که فلسفه خوندن خیلی میتونن بکاوند که این از کجا اومده. در درجه اول به نظر میرسه از دکارت اومده، ولی در درجه دوم اگر که مطالعه بکنید کسانی که نقد میکنند رو، لااقل اونایی که من مطالعه کردم میگن از دکارت نیومده. این تمام اقتصاددان‌های کلاسیک، مارکس، نمیدونم آدام اسمیت، اینها تا حدود زیادی به همین شیوه میاندیشیدند و مخصوصا اینها تحت تاثیر آدام اسمیتن نه مارکس. و آدام اسمیت تحت تاثیر یک گروهی بوده به اسم Scottish Common Sense Philosophers، فلاسفه عقل سلیم بهش میگیم. common sense چه ترجمه بدیه؟ عقل عوام اسکاتلندی.
بعد و اونها هم همینطوری بودن دیگه، اعتقاد داشتن به اینکه ما با یه دانشی زاد اصلا برای کشف جهان ما نمیتونیم به شواهد، به تجربه، به حس اعتماد کنیم. حس همیشه خطا میکنه، آدم‌ها دروغ میگن بریم باشون صحبت بکنیم، اینا نمیشه. باید بشینیم فکر کنیم. خرد نابدیدی الان اومده وارد ادبیات ما شده در ایران. این چیزا به عنوان فکر میکنن که آلترناتیو وضع موجوده این حرفا. آره چند تاشو گفتم. یه دونه دیگه شو میاد میگه که باید بتونه مدل شما کامپریهنسیو باشه، یعنی اینکه تمام شواهد رو بتونه توضیح بده و اگر نمیتونه توضیح بده بهش نگیم آقا اونا استثناءن و خب نمیتونه توضیح بده. این نشون میده که مدل تو یک مدل جنرال نیست، تو یک توضیح عمومی پیدا نکردی، تو یک توضیح خاص پیدا کردی. مثلا فرض کنید که دوستان مارکسیست ما میگن منطق سرمایه انباشته، بعد میرسن به ایران نمیشه توجیه کرد آنچه که در ایران میگذره با این منطق رو. یعنی میگه آقا این کارو میکردن که بهتر میتونستن مثلا انباشت بکنن. بعد مثلا میرسن به اینجا که حالا همشون نه، اونایی که من شنیدم میرسن به اینجا که منطق سرمایه در ایران کار نمیکنه. نه آقا این خب چیز منطق سرمایه این نیست. شاید منطق سرمایه مسئلهش انباشت نیست، انباشت ابزاریه برای سروایول، برای کنترل و سلطه. شاید موضوعات دیگه‌ای درش دخیله و به جای اینکه بگی نه این فرق میکنه، اینجا فرق میکنه، این استثناء به هر حال ضربه میزنه به اون کلیت تئوری. و آقای آیکنر هم همین رو میگه. آقای آیکنر حرفای دیگه‌ای در این پیپر میزنه، در نهایت به این میگه که میاد شروع میکنه اقتصاد نوکلاسیک رو تحلیل کردن و میگه آقا این 4 تا اصلی که اقتصاد نوکلاسیک رو تشکیل میدن اصلا بعضیاشون قابل ارزیابی نیستن، بعضیاشون در تضاد مستقیم با واقعیتن و الی آخر. بعد میگه که به هر حال اقتصاد 2 تا راه داره، یا اینکه همین وضع رو ادامه بده و همچنان علم نباشه، یا اینکه اقتصاد نوکلاسیک رو کنار بذاره و تصمیم بگیره علم باشه، به این ترتیب که مهمترین خصوصیت یک علم رو به کار بگیره و اون هم مجموع ابزارهای جامع برای ارزیابی صحت موضوعات، به جای اینکه از خودش حرف در بیاره بگه فرض میکنیم که آدم‌ها بهینه میکنن. نه آقا، میری نگاه میکنی میکنن یا نمیکنن، اگه نمیکنن هم میذاری کنار. مثلا معروفه که جونز پول رو به عنوان یک واسطه تعریف میکنه به خاطر اینکه آسان‌تر اینجوری مدل کردنش در ریاضی، میتونی حذفش بکنی و این تا قبل از 2008 عملا در مدل‌های DSGE شما پول نداشتیم به خاطر اینکه آسان‌تره، به خاطر اینکه از اون ورم یک توضیح براش دارین که یه واسطه است. مثلا راسل ایکاف، این دانشمند واقعا اندیشمند بزرگ قرن 20 امریکا، میگه وقتی مدل سازی ملت رو میدیدم بهشون میگفتم آقا قدرت کو در اینجا، قدرت خیلی مهمه، شما در بنگاه، در بازار، در اقتصاد، در اینا بحث کشمکش قدرت منافع کو در مدل تو. بعد میگفتن خب سخت مدل کردنش. خب سخته که تو نباید که بر اساس این توانایی مدل سازیت بیای چیستی واقعیت رو تعریف کنی. مثل اینکه بگی یه شابلون دارم این تیکه ها توش نمیافته، خب من اونا رو حذف میکنم، قالب تو قابم نمیافته، اونا رو میبرم. مثلا این آدمه پسرم از در رد نمیشد، من سرشو بریدم، حالا رد میشه از این به بعد. یه همچین چیزیه. چه مثال هولناکی زدم. و آره کتاب مقاله آقای آیکنر رو بخونید. آقای آیکنر متاسفانه 5 سال بعد از این مقاله فوت میشه. حالا این اصلا چرا یادم اومده بود به عنوان آخرین بحث، این که یک نفر توییت زده بود اگر که اقتصاد هترودوکس میخواد که جدی گرفته بشه در دانشگاه ها، باید نشون بده که مدل هاش بهتر از مدل های ما، یعنی اقتصاددان های نوکلاسیک، میتونن پیش بینی کنن. و این مثل اینه که مثلا یک نفر بیاد بگه که اگر بقیه ادیان میخوان جدی گرفته بشن، باید نشون بدن که مسیح همون خداست. خب این که معیار توئه یا مثلا چه میدونم ایمان، تقوا، عمل صالح، نمیدونم امامت، نمیدونم فلانه، مثلا تشیعشو بگیم. باید اینو اول بتونن نشون بدن که امام زمان مثلا کی قرار ظهور کنه. اینو باید توضیح بتونن بدن تا ما مسیحیت رو جدی بگیریم. آخه مسیح اصلا برای این اصلا کار نمیکنه. و در اینجاست که شما متوجه میشی که مزیت اقتصاد خوندن از منظر هترودوکس و به شکل گسترده، یعنی اقتصاد فمینیستی، اقتصاد نهادگرا، اکولوژیک، پساکینزی، مارکسی، متاسفانه ما فقط، یعنی بیشتر چیزی که ما داریم روی مارکسیسم و باید این گسترش پیدا کنه for the sake of Marxism, for the sake of everything.
اینه که شما در نهایت شما با استدلال‌های اونها آشنایی و بسیار بیشتر میدونی و اونها نمیدونن تو داری چی میگی و نمیتونن هم وارد بحث بشن. برای همینه که نادیدت میگیرن یا مثلا سعی میکنن تحقیر بکنن و فلان و اینها. اصلا نمیدونن تو داری چی میگی، چون مایه‌شو ندارن. چون اینا چه میدونن اپیستمولوژی چیه، مثلا آنتولوژی چیه، نمیدونن فلان. اینا یاد گرفتن مثلا رگرسیون، اکونومتریکس. حالا دقیقاً مشابه مطلبی که نوشته بودم دیدم یه اقتصاددان استادیار دانشگاه کمبریج نوشته بود اینکه اینداستریال پالیسی رو، سیاستگذاری صنعتی رو نمیشه با اقتصاد سنجی به این راحتی ها مطالعه کرد، به خاطر اینکه روش مطالعهش اقتصاد سنجی نیست. این روش محبوب اقتصاد نوکلاسیک که فکر می‌کنی اعداد رو بتپونی تو رگرسیون حقیقت خارج میشه. نه آقا اینطوری نیست. بستگی داره به این که تو چه موضوعی رو داری مطالعه میکنی. ابزارت رو باید بر اون اساس، بر اساس چیستی موضوع انتخاب بکنی، نه اینکه من یه ابزاری دارم هی میرم با این سراغ ماجرا و خب بعضی وقتا هم جواب میده و خیلی وقتا هم جواب نمیده. و همین دیگه. نمیدونم چقدر شد، امیدوارم خیلی طولانی نشده باشه. تا یه ویدیوی دیگه مواظب خودتون باشین و مطالب من رو هم به اشتراک بذارین.